میگه افعال خالق به مخلوق نسبت ندین. افعال خالق چی هست؟ یکی از افعال خالق خلق کردن است. یعنی الله خالق کل شیء، الله خلق کننده همه چیز هست. آل در قرآن عظیم الشان میگه که الله برای بعضی انسان ها بچه میده، برای بعضی انسان ها دختر میده، برای بعضی انسان ها پسر و دختر هر دوش میده، و بعضی کسی دیگه بعضی انسان هاست که عقیم میسازن، نه پسر برش میده نه دختر میده. الله خالق است. چقدر مردم است که خودش به نام ملا و به نام شیخ و به نام سید و به نام آقا صاحب و به نام پیر صاحب صفت خلق کردن خالق یا به خود یا به یک شخص دیگر نسبت میده. یک تعویض میتومد که بچه دختر شوه، یک تعویض میتومد که دخترت بچه شوه، یک تعویض میتومد که خدا برات بچه و دختر مقدر نکرده، من تقدیر تغییر میتم برات بچه و دختر میتم. اصل نیست. ایوازی که مثل و سلام علی المرسلین وقتی که چرا گفته شده؟ به خاطر ازی که پیغمبر میفهمید که من بچه و دختر خودم برای خود داده نمیتونم. ابراهیم علیه السلام ریش سفید میشه، ملائکه پیشش میان، باز او برش خبر میده که خدا تو را بچه میده. خانم ابراهیم علیه السلام فسکت در روی خود کت سیلی میدنه که دی پس پیری من صاحب اولاد میشم. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلام قال سلام قوم منکرون. میگه یک تعداد میمان آمدن پیش ابراهیم علیه السلام و برش سلام دادن، گفت سلام علیکم، شما کسایی هستین که من شما را نمیشناسم. خب خلاص میمان است دیگه. فراغ الی اهلی، رفت ابراهیم علیه السلام پیش اهل خود، اعضای خانواده خود، اهل بیت خود. اهل بیت چی رو میگه؟ خانم و فامیل خود رفت. و وقتی که پیش اهل بیت خود رفت، اهل بیت خود رفت، فجاء بعجل سمین، یک گوسالی خوب چاق غذا پخته کرد، کبابش کرد یا شوروا کرد یا هر چی کرد، آوردی رو پیش میمانای خود، مان که بخورین. دید که میمانا نمیخورن. ابراهیم علیه السلام ترسید. قالوا لا تخف، گفتن نترس، ما غذا به خاطر از این نمیخوریم که ما ملک هستیم. و بشروه بغلام علیم. قرآن میگه برای ابراهیم علیه السلام اونا بشارت دادن. خب ابراهیم علیه السلام برای خود بچه داده میتونست؟ نه، ملائکه برش خبر دادن که الله برای تو دی سن پیری بچه میده. و سلام علی المرسلین که در قرآن میگه علتش اینمی است که پیغمبر ادب با خالق میشناسه. و غضب خدا سر یهود و نصارا به خاطر از این نازل شد که یهود بی ادبی در مقابل خالق میکردن و یهود به خاطر از این در لعنت خدا گرفتار شدن که خدا عالم میگرفتن، خدا شیخ میگرفتن، بزرگ میگرفتن، لکن در مقابل خالق بی ادب بودن. کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. بخوانین ترجمهش که چی میگه قرآن عظیمشان. قصه زکریا علیه السلام میگه که زکریا علیه السلام آمد به پروردگار روی خدا دور داد و رفت در بیت المقدس. در اونجا بود که رب ای پروردگار من اینی مکستم وهن العظم منی، استخوانایم پوسیده شدن، واشتعل رأس شیبی، پروردگارا سرم سفید شده، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، پروردگارا ما از اولاد بچه پیش قبر کدام پیغمبر نرفتیم که برای ما بچه و دختر بتی، برای تو رجوع کردیم برای ما اولاد بتی. باز الله برش میگه که ما به یحیی علیه السلام تو را بشارت میدیم. این از عقیده قرآن که انسان اگر اولاد میخواه از خالق بخواه،
اما امروز چقدر مردم است. شما برین یک روز چهارشنبه در شاهد شمشیره که چقدر زنا از طوقهای زیارت بچه میخواین. برین سعی کنین که چقدر انسان ها سر خود در دیوار زیارت میزنه برای ما بچه بده. در هندوستان وقتی که ما رفتیم در شهر مومبای، اونجا زیارت حاجی علی است و او طرف دیگهش که بری مندر است. اندو میگه چی فرق است بین مسلمان و اندو؟ ما از رام و از شام میگیم که ای بگوان بچه دیدو، یا مسلمان های شما میگه که ای حاجی علی بچه دیدو. اندو میگه که حاجی علی اور رام اچھی آدمی تی، و هم خوب آدم بود و هم خوب آدم بود. ما از او خوب آدم بچه میخوایم، شما از این خوب آدم بچه میخواین. پس فرق میان من و تو چیست بگو؟ What is the difference between Hindu and Muslims؟ خودم اندو کتما جاره بحث داشت. گفت what is the difference؟ گفتم there is a lot of differences. گفت don't talk. I don't want to listen. I want to see. من نمیخوایم که کس برای من گپ بزنه. من عملا برای من نشان بده. عملا من اندو پیش بت میرم از او بچه و دختر میخوایم. عملا تو مسلمان از حاجی علی میری در بمبئی بچه و دختر میخوایی. پس what is the difference between Hindu and Muslim؟ تو ما تو یکی هستیم. ما برش گفتم که نه برادر، ما از خالق متعال میخوایم. گفت این گپ است. This is your idea. Where is your action؟ کجاست؟ عملا نشان بده. گفت نشان داده نمیتونیم، بیا که من نشانت بدم. رفتیم سر در زیارت حاجی علی. 20 نفر از سر قبر حاجی علی سر خود تسلیم ماندن. حاجی علی بچه دے دو، حاجی علی لڑکی دے دو. گفت کیا ہے؟ اندو در گرد بگوان تار تاو میته، بازو تار میاره قیچی میکنه در گردن کی میپرته؟ اشتکای خود در گردن دستاش میپرته. مسلمان عین تار در گرد قبر اجمیر. اون دو تبله میزنه برای رام خواندن میکنه. مسلمان تبله میزنه برای قبر در اجمیر شریف صاحب میکنه. پس بین ازی مسلمان و بین ازی اون دو، والله پیش اون دو دان ما را خوش کردن. خدایا را خیر نده. اگر ما زبان بسیار هم برق وارست پیش هیچ کس بند نفته، لیکن عملا فین بیسه. پس ما هم دول میزنیم، شما هم دول میزنیم. ما هم میرقصیم، شما هم میرقصیم. ما هم از مخلوق اولاد میخوایم، شما هم از مخلوق اولاد میخوایم. ما هم گرد بگوان تار بسته میکنیم، تارش قیچی میکنیم در گردنش چیکار خود میپرتیم. شما هم در گرد از این قبر چیز میگیم. فقط از ما بگوان است، از شما قبر است. پس چی فرق است بین ما و شما؟ ما هم در پیش بگوان میتایی میخوریم، شما پیش قبر جلی میتایی میخورین. ما میله میگیریم، شما هم میله میگیریم. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعایشی بود و الله قبول کرده. گفت اللهم لا تجعل قبری وثنا. خدای قبر مرا مثل بتواره نسازی. خدای قبر مرا بتواره نسازی. و باز در آخرین مرحله حیاتش گفت که برای امت خود توصیه داشت که لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. لعنت الله سر یهود و نصارا. چرا؟ قبرهای پیغمبرای خدا سجدگاه قرار دادن. پیش قبر پیغمبر سجده میکردن، پیش قبر پیغمبر ایدگاه جور کرده بودن، سر قبر پیغمبر محفل میگرفتن، سر قبر پیغمبر قالی نوار کرده بودن، در 4 اطراف قبر پیغمبر طواف میکردن. گفت لعنت خدا سر از اینا نازل شد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وظیفه خود انجام داده. کل صحابه گفتن که نشهدو، ما شهادت میتیم که انک ادیت الامانه یا رسول الله، تو امانت ادا کردی و بلغت الرساله و نصحت الامه، نصیحت کردی امتت. و ما هم شهادت میدیم والله واقعا که قرآن بخوانی و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بخوانی، واقعا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امانت ادا کرده، رسالت بیان کرده و تمام چیز مانده، از طهارت تا خلافت کل چیز بیان کرده. هیچ چیز از پیشش نمانده. از این خاطر آیت قرآن نازل شد که
الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین بر شما تکمیل کردم.